السلام عليكم سنة سلامات أخونا وسلام باشید. میگه در آیات قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقة الموت. هر یک نفس انسان مرگ رو میچشد. ما میمیریم یک روز نه یک روز در این دنیا رو پدرود میگیم. برای همین من به شوخی ای شوخی بیارم که من مزم نیست، لیکن من ذکر چونی و راجع دهش کس نشون نمیدیم. ده هیچ کس وای نمیکنم که کسری من چی کنه کسا هستم. برای که من وحیم بیزار هستم. وحیم آدم رو که پیش از مردنش به دنیا رو میکنم. من چقدر وضعیت رو دیدم که وحیم نکردم. برای همین فقط این مراجعه من به شاگردان می باشند که شاگردان محترم، کسانی که از شما عمیق خواندنی هستید، در کامنتاری رقم‌های تلفناتون بمونید. من دیگه درس کردن نمیتونم. من دیگه در چی میگن در یوتیوب ویدیویی درس کردن نمیتونم، برای که ویدیو درسی مینوتش دراز میشه، دقیقش دراز میشه. من دیگه قوتم نمیرسد. برای همین از شما خواهش دارم، کسی که خواهشمند است مرحمت از من نرنجید که دیگر من چرا ویدیو بند نکردم. خب برای که من از شوخی بیرون مزم نیست. من بیمار هستم. این امتحان الله تعالی است. بله، دردم خداوند به بندش میدهد که بندش رو امتحان کنه. خب الله تعالی میگن که در آیت آخر سوره البقره که چنین قوتش بندش رو امتحان میکنه. من نمیدونم، ممکن که فردا از دنیا میگذرم، یک هفته پس، یک ماه پس، نیم سال پس، یک سال پس، الله تعالی خودش بهتر میدونه. این ندارم شما